ناپلئون شرق کیه؟ کسی که در قرن 17 میلادی ایران رو از خطر تجزیه نجات میده و تمام شورش‌های داخلی رو سرکوب و تجاوز خارجی‌ها رو عقیم میذاره و مرزهای ایران رو تا حد فلات ایران گسترش میده. نادرشاه افشار که زندگی و جنگ‌ها و دلاوری‌های او میتونه موضوع بسیار خوبی برای فیلم‌های هالیوود باشه. این سردار به نام ناپلئون شرق شناخته میشه. در اواخر دوران سلطنت شاه حسین صفوی به دلیل بیکفایتی و خرافاتی بودن این پادشاه و دسیسه‌های تمام نشدنی دربار، ایران تا پایین‌ترین درجه از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تنزل کرده بود. سلطان حسین صفوی که بر اثر حمله محمد افغان و محاصره پایتخت یعنی اصفهان تمام قوای خودش رو از دست داده بود، تسلیم میشه و شخصاً تاج پادشاهی رو بر سر محمود افغان میذاره. در این زمان در هر گوشه و کنار ایران آشوب و بلوایی در جریان بود و از طرف دیگه همسایه شمالی یعنی روس به زمامداری پتر کبیر مازندران، باکو و گنجه رو تصرف کرده و در پی گسترش نفوذش به ایران بود. عثمانی ها هم در غرب، افغان ها در شرق در سودای حمله به ایران بودند. در جنوب طوایف مختلف به جون هم افتاده بودند و کشورهای منطقه هر کدوم به دنبال سهمی از ایران بودند. در این میان نوزاد پسری در درگز خراسان متولد میشه که بعدتر ناجی ایران میشه. این کودک نادرقلی یا همون نادرقلی نام میگیره. تا 18 سالگی نزد پدر به کار چوپانی و کشاورزی مشغول بود. بعد از فوت پدر و در پی حمله ازبک ها به مرز ایران، نادر، برادر و مادرش به اسارت در میان. روایتی هست که در اون زمان نادر مورد تجاوز جنسی قرار میگیره و دلیل خشم و قدرت زیادش برگرفته از همین موضوع. پس از 4 سال اون موفق به فرار میشه و به ابیورد میگریزه. در اونجا به خدمت حاکم ابیورد به اسم بابا علی بیگ بوسحمدلو در میاد. اونقدر عملکردش خوب بود که حاکم ابیورد اونو فرمانده میکنه و میتونه در چند مورد شورش‌هایی رو سرکوب کنه و کم کم آوازش به طهماسب میرزا فرزند شاه سلطان حسین میرسه. طهماسب میرزا هم که قرار بود جانشین پادشاه ایران بشه، به دلیل حضور محمود افغان که در این زمان شاه ایران شده بود سرگردون به قزوین، تبریز، تهران و سرانجام به استرآباد میره. در اون زمان استرآباد در دست ایل قاجار بود و قاجارها قدرت زیادی در اون منطقه داشتن. فتحعلی خان قاجار که پدر بزرگ آقا محمد خان قاجار بوده به طهماسب میرزا پناه میده و قول جنگ با افغانها و پس گرفتن سلطنت رو میده. دو جنگ هم بین سپاه فتحعلی خان و افغانها شکل میگیره ولی در هر دو فتحعلی خان شکست میخوره. طهماسب میرزا وقتی که میبینه سپاه قاجار نمیتونه بهش کمک کنه و از اون طرف آوازه نادرقلی رو هم شنیده بوده، پیکی به نزد نادر میفرسته و ازش میخواد که به سپاه او بپیونده و به اتفاق هم به جنگ افغانها برن و پادشاهی ایران رو پس بگیرن. فتحعلی خان خیلی از این موضوع ناراحت میشه و مزاحمت هایی رو برای نادر ایجاد میکنه، ولی چون طهماسب میرزا خیلی به نادر علاقه‌مند شده بوده فتحعلی خان رو میکشه. از طرف دیگه محمود افغان به دست اشرف افغان کشته میشه و تاج شاهی رو اشرف افغان به سر خودش میذاره. در اینجا درگیری های در بین افغان ها به وجود اومده بود و شرایط برای حمله به افغان مناسب بود. همچنین دیگه کسی سر راه نادرقلی نبود و مسیر برای رشد نادر خیلی هموار میشه. طهماسب میرزا از روی علاقه و رشادت هایی که از نادر دیده بود اونو فرمانده کل مشهد میکنه و لقب طهماسب قلی خان به اون میده. طولی نمیکشه که بر اثر حسادت‌های اطرافیان طهماسب میرزا او به نادر بدگمان شده و نگران تاج و تختی که البته هنوز به دست نیاورده میشه. نادر با قدرت نظامی که برای خودش درست کرده بود و طهماسب میرزا هم که یک سری طوایف رو به دور خودش جمع کرده بود، بین این دوتا جنگی در میگیره و دوباره ایران که چندی قبل آروم شده بود دچار آشوب میشه. نادر به سمت استرآباد حرکت میکنه و شورش طوایف رو در اونجا میخوابونه و در اینجا
ولی موفقیت‌های بزرگ جنگیش رو به دست میاره و به طهماسب میرزا میگه دست از خصومت بردار، من هیچ علاقه‌ای به پادشاهی ندارم و هدفم یک پارچه کردن ایرانه. بعد از آروم شدن مازندران و صحبت با طهماسب میرزا، نادر به سمت مشهد حرکت میکنه و هدفش جنگ با سپاه ابدالیان افغانی بوده که مجدد دست به شورش زده بودند. ابدالیان گروهی بودند که در هرات حکومت مستقلی داشتند و هر از چندی دست به شورش میزدند. جنگ بین ابدالیان و نادر در مشهد صورت میگیره. نتیجه جنگ پیروزی نادر. نادر در پی آماده شدن برای حمله به اشرف افغان بود. اشرف افغان هم آوازه پیروزی های نادر رو شنیده بود و میدونست که نادرشاه به زودی به او حمله میکنه. سپاه نادر در این زمان خیلی خسته بود و زمستان هم نزدیک بود. بنابراین تصمیم میگیره مدتی در مشهد اتراق و تجدید قوا کنه، ولی اشرف افغان از اصفهان خارج شده و تصمیم میگیره همونجا به جنگ نادر بره. نادر هم با همراهی سپاه طهماسب عازم سبزوار شده و سپس به سمنان میره. در سمنان جنگ سختی بین اشرف افغان و نادر شکل میگیره که نتیجهش پیروزی نادر. به فاصله کمی باز جنگی بین این دو در نزدیکی بسام صورت میگیره. نادر این بار هم پیروز میشه. اشرف افغان بعد از این شکست ها به اصفهان فرار میکنه و از شدت خشم بازار بزرگ و پر رونق اصفهان رو که اروپایی‌ها در اونجا داد و ستد داشتن به آتیش میکشه و خیلی از نزدیکان و ملازمان خودش رو هم از دم تیغ میگذرونه. از طرف دیگه نامه‌ای به فرمانده پادگان عثمانی احمد پاشا میفرسته که اون رو در جنگ با نادر یاری بدن. جنگی در مورچه خورد بین اشرف افغان با همراهی عثمانی ها در مقابل نادر صورت میگیره که نتیجهش پیروزی نادر شاه بود. اشرف افغان مجدد به اصفهان فرار میکنه ولی اونجا دیگه براش امن نبوده و پایتخت به دست ایرانی ها افتاده بود. اشرف افغان به شیراز فرار میکنه و نادر وارد اصفهان میشه و به طهماسب پیکی میفرسته و اونو به اصفهان دعوت میکنه و بهش میگه پایتخت در دست ماست. طهماسب به اصفهان پا میذاره و در اونجا تاجگذاری میکنه و پادشاه ایران میشه. نادر بعد از مدتی استراحت و توقف در اصفهان لشکری فراهم میکنه و میره شیراز که کار اشرف افغان رو یکسره کنه. در نزدیکی های شیراز جنگ سختی در میگیره که باز هم نادر پیروز اون جنگ بوده. اشرف افغان مجدد فرار میکنه و پیکی برای نادر میفرسته و درخواست عفو میکنه ولی نادر قبول نمیکنه. این رو هم باید بدونیم که اشرف افغان چون با جنگ و کشتن محمود افغان تاج و تخت رو به دست گرفته بود، در سرزمین خودش هم دشمنان زیادی داشت و منتظر فرصتی برای کشتن اون بودن. به خاطر همین نمیتونست که به قندهار برگرد. نادرشاه به والی‌های کرمان، یزد و سیستان پیام میده که هر جا اشرف افغان رو دیدن اون رو بگیرن و کتبسته تحویل بدن، ولی در نهایت او به دست فرد ناشناسی کشته میشه. نادر در شیراز مدتی استراحت میکنه و جنگ‌های در غرب و شمال غرب ایران با عثمانی و روسیه میکنه و در همه اون پیکارها باز هم برنده میشه و قسمت‌های زیادی از خاک ایران که جدا شده بود دوباره به ایران باز میگرده. در این زمان عثمانی‌ها نامه‌ای مبنی بر امضای صلح برای نادر میفرستن و اون هم قبول میکنه، چون جنگ‌های زیاد بین دو کشور عثمانی و ایران هر دو طرف رو به شدت ضعیف و خسته کرده بود و هر دو طرف از چنین صلحی استقبال کردند. در این دوره در داخل ایران و مرزها امنیت نسبی برقرار شده بود و شرایط با روزهای اول دوران نادر خیلی تفاوت داشت. بعد از 6 ماه نادر سپاه قدرتمندی تجهیز میکنه و به سمت هرات لشکرکشی میکنه که ابدالی ها رو که هر از چندگاهی سر به شورش برمی داشتن گوشمالی بده. نادرشاه در این جنگ هرات رو تسخیر کرده و ابدالی ها هم تسلیم میشن. حالا نادر که میرفت خیالش راحت باشه، میشنوه که طهماسب میرزا علیرغم صلح با عثمانی به اون سمت لشکرکشی کرده و در تبریز شکست سنگینی از عثمانی ها خورده و عثمانی ها تا همدان پیشروی کردند و تمام خاک آذربایجان رو تصرف کردند. نادر بسیار عصبانی میشه و پیکی به سمت طهماسب میفرسته که تو تمام زحمات منو به باد دادی. از طرف دیگه عثمانی چون در وضعیت برد بود، از ضعف
شاه طهماسب استفاده کرده و بهش پیشنهاد صلح میده و میگه ما تو رو به رسمیت میشناسیم و با نادر کاری نداری، تو پادشاه ایران هستی. ولی نادر پیکی برای عثمانی میفرسته و میگه هیچ گونه پیمان صلحی در این شرایط مورد قبول من و مردم ایران نیست. اونها در جواب پیکی برای نادر میفرستن که نادر این بار قبول نمیکنه و میگه جای هیچ گونه مذاکره‌ای نیست مگر اینکه عثمانی ها به طور کامل از خاک ایران خارج بشن و تمام مناطق تصرف شده رو برگردونن که البته عثمانی ها قبول نمیکنن. نادر به اصفهان میره و با توجه به ضعف و بی‌تدبیری شاه طهماسب اونو از پادشاهی خلع و سلطنت رو به طفل کوچک او به نام شاه عباس سوم واگذار و تاج شاهی رو بر سر طفل گذاشت و خودش رو نایب السلطنه ایران اعلام میکنه و بعد از مدت کوتاهی به سمت کرمانشاه که نیروهای عثمانی در اونجا بودن میره، اونها رو شکست میده. این باید بگیم که عثمانی ها بسیار قدرتمند بودند، ولی نادر با توجه به استراتژی صحیح قادر به شکست اونها و بازپسگیری مناطق از دست رفته میشه و به خاطر همین تاکتیک ها و نبوغ جنگیش بوده که اون رو با ناپلئون مقایسه میکنن. نادرشاه قبل از رفتن به سمت آذربایجان و دور کردن قوای عثمانی از خاک ایران به سمت بغداد که در دست پاشاهای عثمانی بوده لشکرکشی میکنه و اگر میتونست در اون منطقه به فتوحاتی برسه چه بسا که حکومت مرکزی عثمانی دچار تزلزل شدید میشد. ولی سپاه نادر خسته بود و از اون طرف عثمانی ها رود دجله رو کامل بسته بودند و سپاه قدرتمند و معروف ینیچری به کمک اروپاییان در مقابل نادر صف کشیده بودند و در این درگیری نتیجه‌ای عاید نادر نشد و اون بسیار عصبانی به سمت همدان حرکت میکنه. به تمام فرماندهان ایران دستور میده هر چقدر میتونید سپاه جمع کرده و به سمت همدان حرکت کنید. یک شورای نظامی تشکیل میده و میگه هر طور شده باید انتقام این شکست رو بگیریم. گفته میشه حدود 17,000 از سربازان و فرماندهان عثمانی رو میکشه و توپال پاشا از فرماندهان قوی هم که به میدان اومده بوده از پادر میاره و جسد اون رو البته با احترام نظامی به عثمانی میفرسته و عثمانی ها رو مجبور به عقد قرارداد صلح و ترک خاک ایران میکنه. ممنونیم که تا اینجای مطلب همراه ما بودید. به دلیل طولانی بودن این مطلب به زودی در ویدئوی بعدی ادامه ماجرای نادرشاه و فتوحاتش برای شما همراهان گرامی ارائه میشه.